کی باشد شما اکاجون السلام علیکم من میتوانم همراه شما هم صحبت شوم خربوزه های کلونجسته در اینجا وجود دارد واروخی که مانند رخ چهره زیبا دارد اینجا سرحد است سرحدی بین تاجیکستان و ازبکستان کنون ما در هر گوشه اینجا هر نمودی تجارت را مشاهده می‌کنیم لیکن برای ما امروزه چیزی که اینترس کردگی هستیم خربوزه و نرخ اون حالا ما می‌آییم می‌بینیم که خربوزه چند سم است تاجری او کی است و ما چند سمی می‌دهد بعد از اون شما رو معلومات خواهیم داد برقرار خربوزه های کلونجسته در اینجا وجود دارد لیکن ما از طعمشون از نرخشون تماما معلومات نداریم برای طعم و نرخ اینها رو فهمیدن ما رو ضرور می آید که السلام علیکم ما رو ضرور می آید که حتما راهبر این رو که مثلا کی باشد باید پرسیم و نرخ گذاری این رو حتما باید دونیم ما اینجا اومدیم اومدیم خربوزه های زیادی رو دیدیم لیکن از صاحب ملک خربوزه درک نیست تا حال در کجا است نمیدونم از حساب دلکشادی باشد یا از حساب دیگری که حالا وقتی تجارت نیست اومدم کی باشد شما اکاجون السلام علیکم من میتوانم همراه شما هم صحبت شوم خب نام شما اکا توکل زنده باشه شما از کجا اکا ورو از وروخ ببینید مردم وروخ در مرز ازبکستان نیز قرار دارد این از آن شهادت میدهد که هر کجای نباشند این مردم با تجارت همیشه مشغول هستند بیهوده نگفتند که شغل دوست داشته این مردم تنها تجارت است دستی کسی را در پستی گرفتن است اکاجون عزیز اگر که امکان باشد و علاجش باشد یک دونه از همین خربوزه ها دو تا گیره جفته یک تنه نه ما اگه گرفته بردم با سه تا حتما میگیریم میبریم لیکن جفت نه یک دیگه‌ش کشته میخوریم 4 میشه خودش جفت بشه شما که فروشنده این چیز هستید میخوایم که یک دونه اش رو خودتون لوباش گیرید کشته خورید این لوباش ما نمیدونیم طعمش چگونه باشه کدوم شما معقول باشه ببینید این از اون شباهت میتهد که دل دریاست دریا در جای جاری میشود که محبت است محبت در جای جاری هست که انسانگری وجود دارد زنده بود دلی پرزور زنده بود تاجیکستانی شریف عزیز و زنده باشد مردم واروخ را من خیلی دوست میدارم برای که آنها با من دائما در نویس هستند به خاطر مردم واروخ به خاطر اکای عزیز لایکا داویده با کلا بزنید من فروشنده خربوزه نیستم لیکن از بس که اینجا برادری تاجیکی خودمون بود گفت همش در اختیاری تو است این فروشنده تاجیکی ما اکا از واروخی بستانی است واروخی که مانند رخ چهره زیبا دارد واروخی که همیشه استوار است امروز واروخی که همگان دوست می‌داریم واروخی که تجارتی خوب دارد واروخی که از همه مهمش انسانگری هست و همین مال رو برای ما داد گفت کدامش که برای شما معقول است گیرید ما یک دونه اش رو میگیریم طعمش رو میچشیم و 3 دونه دیگر همراه همون گرفته میخواهد نمیخواهد اکای واروخی میبره اوش شود گفتیست ما حتما اوشش بکنیم زنده باشید من فکر میکنم که همینش برای ما بسنده است اکای عبداللطیف بله دوست همینش رو میبریم استعمال میکنیم و 3 دونه دیگه همراهمون گرفته میرویم حالا ما اکای عزیزم عبداللطیف رو که همراه ما هستن خواهش ساختیم که همین خربوزه برادر رو برای ما کشیده و میبینیم که خربوزه در حالت هست و مزه هیچ خیلی داره تمام کن ما طرفداری فقط خوردن و چشیدن و پیش بردن هستیم لذت دنیا زن و دندان بود خود اینجا با زن که نیست دندان هست همین لذت استفاده بردن در کار اکوی جانی من چی؟ این برادر ما اکنون همین تاونهاش کتیکا همین سرحد جابجا کرده من پیش ما باید سال زندگی زیباست زیبا بگذرد زندگی دریاست دریا بگذرد بهودن جمشید رحیمزاد نگفته است که ز 100 دریای بی طغیان یک دریا دل بی است
زی صد مردی که چرکین دل بود مشتی گله به هست از اون عالم که عمر لافت و از اون نیاید کار درست آخر که قابل زی صد ناقابل به هست اکای بروخی زنده باشی زنده باشی بیو برادرم دوستان عزیز ما به خاطری اینی خدافت یخته یخته خربوزه برایتون باز حتما میبریم اکا تو میخوایی نمیخوایی اون اکا ها چوب زده همشه من روزی زنده باشی دلت بزرگ است اکا اکا خربوزه ده روز بکنیش تو ما خیلی خربوزه چشیدش معموله نکی سیدخه مهادیت که مزه اش چخیل است دخمه از کلام هستن خدا سلام محمد اکا ابو لطیف شما خدات محمد من بگیم نه باشه بسم الله الرحمن من شفا برای شفا نمیخوری که لبت رو از لبونش که شیرین است با مزه است یعنی این معنی رو داره که رنگی همین اکا مالی بغرض شیرین میبیرد این از همون شباهت میکرد که اکا را دلش شده اکای واروخی با پیش با سوی مقصدهای خیش من تجارت شما باشه 7 سال شد اکو گریه تو گریه ما ازبکستان باشه من زیارت سودم شدم تماشا کنم خودم کیف کنم ما یک تای دیگر میخوریم بخشش اپراتور بخشش ما یک گونه دیگر میخوریم کنه تماش خیلی است بخشی اصلا کنه یا روشش زنده بود شیرمرد واروخی زنده بود محبت انسانگری زنده بود هم دیگر فهمی برادران عزیز با همه شما خداحافظی میکنیم این نمک از نام اکای واروخی با تمام تاجیکستانیانی که از این سرحد میگذرند خدا شده میشود کسی میگذرد حتما اکا رو بینن یک خربوزه فورا میده